سلام چطورین بچه‌ها؟ امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. برق ما هم رفته ولی خب دوست داشتم که این ویدیو رو بگیرم براتون به یادگار بمونه و میخوام داستان ساختمونمو براتون تعریف کنم. توی ساختمون ما یه نگهبان بود به اسم آقای امرئی. آقای امرئی یه بابای مثلا 75 ساله مسن خیلی مهربونی بود که من هر موقع هر کاری تو ساختمون داشتم به این بابا زنگ می‌زدم، میومد برای کمک و من جز خوبی از این آدم هیچی ندیده بودم. توی ساختمونا یه داستانی که وجود داره با سرایدارا همیشه همینجوریه. فروردین که میرسه عذر اون بنده خدا رو میخوان و یکی رو میارن با حقوق پایین‌تر. فکر میکنن زرنگی کردن. من تو خیلی از ساختمونا این داستان رو دیدم متاسفانه. ساختمون ما هم دقیقا امسال همین کار رو کرد و میدونی بدترین سکانس چیه؟ آقا یه بار مثلا تو به یه آدم میگی که آقا فلانی به این دلایل ما بودجه نداریم، بعد از شما رو بخوام یکی دیگر رو بیارن. حالا طرف یا قبول میکنه اصلا با حقوق کمتر میمونه یا نه میره یکی دیگه میاد، یا اصلا نمیخوای رو کراس بهش بگی آقا قضیه چیه، میگه آقا فلانی دیگه نمیتونم باهات همکاری کنم، ما تا اینجا شما رو نیاز داشتیم. میگه اوکی میذاره میره. بدترینش اینه که تو واسه اینکه اون آدمو بیرون کنی بیای بهش انگ بی‌عفتی بزنی، بیای بهش بگی که آقا تو دزدی کردی، در صورتی که مثلا طرف 2 سال 1 سال 10 سال اونجا داره کار میکنه هیچ اتفاقی نیفتاده. به فروردین که میرسه شما یاد میفته که فلانی دزده، اسفندش یادت نبود، بهمنش یادت نبود، موقعای دیگه سال یادت نبود، به فروردین و افزایش حقوق که رسید یادت افتاد این آدم دزده، آدم چشش دنبال ناموس ساختمونه. میدونی بعضی وقتا این بدترین سکانسه و بعضی وقتا ما یه دروغ رو میگیم و خودمون میریم انقدر تو نقشه بازی میکنیم که باورمون میشه که اون اتفاق افتاده. بابا اون اتفاق نیفتاده و هم من میدونم هم تو میدونی همون بنده خدا اون آدم نیست، خداش که شاهده. و یه بار بعد از اینکه اون آدم رو بیرون کردم من مادرم پایین بودیم منتظر اسنپ، بعد یکی از همون خانومایی که باعث شده بود که این بنده خدا از اونجا اخراج بشه داشتم مامانم توضیح میداد به آب و تاب که آره این کارو کرده اون کارو کرده. من تو چشای اون آدم نگاه کردم گفتم که انقدر این دروغو گفتی که خودت هم باورت شد. بهشون نه چه حرفیه، نمیدونم ما رفتیم کلانتری شکایت کردیم. گفتم هر کی رفت کلانتری شکایت کرد مگه حق با اونه؟ کلی با هم بحثمون شد اونجا و میدونی اینجور آدما ارزش دهن به دهن کردن هم حتی ندارن. این آدما با خودشون صادق نیستن چه برسه با آدم‌های دیگه، فقط دنبال منافع اون لحظه خودشونن، حالا درست یا غلط. و چیزی که میخوام بهتون بگم اون خانمی که این داستان اتفاق افتاد مثلا قبلا چند بار اومده بود خونه من، تو کارگاه من اومده بود مثلا دستمند و اینا خواسته بود برای کادوی تولد و اینا، ولی اون اتفاق که افتاد من بعد از اون دیگه با اون آدم صحبت نکردم. دیگه بعد از اون اتفاق اون آدم خونه خودم راه ندادم. میدونی براش تعجب بود که چرا مثلا فاطمه که مثلا من وارد جمع میشم مثلا 7 از اهالی ساختمون نشستم دارم به تک تکشون سلام میکنم الهام خانم و رد میشم و این اتفاق بارها افتاد. یه بار بهم گفتش که چرا؟ گفتم که ببین من برای خودم خیلی ارزش قائلم، تو اگه با اون آدم تونستی اون کارو بکنی شاید یه روز با منم این کارو انجام بدی. من اجازه نمیدم آدما بخوان این کارو با من بکنن. 1 2 خودمو هیچ وقت کوچیک نمی‌کنم که با آدم‌های کوچیک بگردم. من ترجیح میدم با آدم‌های صادق، با آدم‌های سالم. این همه آدم تو دنیاست، چرا من باید با شما بگردم وقتی اینجور شخصیتی از شما دیدم؟ و من ترجیح میدم که روحم پاک بمونه. میدونی بعضی وقتا ما واقعیت رو نمیخوایم قبول کنیم. فلانی بهترین رفیقمه، فلانی داداشمه، فلانی خواهرمه، فلانی دختر خالمه، اون که مادرمه، اون که پدرمه.
آدم سمیه. به نظر من دور آدمای سمی تا وقتی خط بزنی تازه میفهمی ارزش واقعی چیه. بذار دورت خالی باشه، هیچ کس نباشه. به نظرم این تنهایی خیلی با ارزش داره که تا با یه آدم منفی، با یه آدم خودخواه، با یه آدم منفور بخوای رفت و آمد کنی. اون آدما تو رو به اندازه خودشون میارن پایین که در لولشون باشی. تو هیچ وقت نمیتونی اونا رو بکشی بیاری بالا تو سطح خودت. و قدرت انرژی منفی اونا خیلی بیشتره، چون تو عمق تاریکی خودشون فرو رفتن و نور تو هر چقدر باشه میدونی عین دقیقا مثل یه کلاغیه که کلاغه، کفتاره، نه هرچی، اینجوری یه پرنده فکر کن سرش کرده تو برف، پاهاش بیرونه و میگه اینجا تاریکه. حالا تو بگو بابا نه روزه، روشنه. اون تاریکی مطلق رو داره میبینه توی اون برف. سرشو بعد از اون سرشونو کردن تو برف و آدمی که خوابه تو نمیتونی بیدار کنی. فقط اگه بیداری سعی کن از بیداریت لذت ببری. بذار اون آدم فکر کنه که خوابه و ما فکر میکنیم که اون خوابه. دوستتون دارم. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. قدر عزیزانتون رو بدونین تا هستن. جواب محبت رو با محبت بدین، نذارین که دیر بشه.